سلامت باشید. من بو میبینم مخلصانه اینا عزیز. اومد آبی. من بیا کو تلفن اینستاگرام جای درو هستم به خاطر شما، به خاطر شما حلاوت برید. همه همین زحمت های من به اون خاطر است که شما یک بلیت از اون حلاوت برید. من به خوبی من به خاطر است نباشد فردا ما مسابقات است، من اونجا باید سخنرانی کنم، ولی با وجود همین من خوب رو پشت سر میکنم و میخوام که تو شما حلاوت برید. نیست. بعضی جا نقصان شاید من معذرت میخوام، بسیار غلطان شاید ببینید بعضا حالاتو اینترنت هم در اینجا مشکلی میکند و ولی با وجود همه این معروف میگوام یومانشان به قول دیگر جاهای دارم که در اونجا رو موندن چرا اونو با هم هر فرستادی؟ لحظه برای پخش زنده باشید. شما هستید که ما صدای ما هستید. تو با تلفن درو من میگیم. با میگم که برادران عزیز ما آرزو میکنیم که یک ورزشکاری هموطن خویش رو در این شرکت نامدار ببینیم تا حلاوت بریم. بازگشت نورلا رو ما امروز اعلام کردم. نورلا الف برمیگردد از موسم نو گفتم، یعنی من در نظر داشتم ینور و در آخرین سال همچنین ماه دکبر دارالشاه نباتوف علاقه پیشنهاد کردن در همون مسابقات سلسله مسابقات دانوایت. چی شده که نیستی؟ یعنی ما رو خدا رو شکر که امروز هم هستند برادرانی که با ما هستند. ما در یک جایی متحد بشیم. ما باید برادروار باشیم. ما باید از یا پس طبقه بیاره از این زبان، از این دیار افتخار نماییم. هر جایی که هستیم باید افتخار نماییم که ما تاجیک هستیم. ما باید نه بس سخن، من سخن بگذار سخن باشد، ولی نه بس سخن، ما باید در اصل برادر باشیم، دوست باشیم. و همین خاطر برادران عزیز دوستی ما باز هم تکرار با تکرار میگم که باید بی پرده باشد. دوستی ما نه برای یک چیز باشد، باید خالصانه ما دوست کنیم، برادروار ما دوست. اگر ما یکدیگر رو احترام کنیم پس ما رو احترام میکنن، اگر احترام نکنیم مشکل است برای احترام کردن ما. در اصل شهر بولید بسیار نبردی. حالا من میکنم یک سرچشمه دیگر است که خوبتر برای ما پیشنهاد کرده است. شاید اون سلام علیکم برادرو، برای شما لایک خود بزنید که اکو مردم بسیار دارن. کامنتری بکشون بچه های نکشون کامنتری را. این یک عقوبت است که اونقدر جالب نیست. شور میکش فکر میکنم به قول هم برادر ما یک شور مینوشم، بعدا با نبرد شمایف خوبتر آمادگی میبینم. انکلایف هم نبرد زور میکند. من کامنت بعضا وقت خاموش نمیکنم. ساعتی بله 12 ساعت شاید ریال مادرید بارسلونا در اینجا زدیم حاجی بابا لایک هیچ که نزد جمع داره نزنی لایک. نورلا هنوز ما قرار نکردن با کی مبارزه میبرد، فقط گفتن که بوی دارد. سمندر مرادوف بسیار آدابی خوب دارد، اخلاق خمیده دارد. من برای سمندر مرادوف جای سخن ندارم درباره آداب و اخلاقی، ولی سمندر مرادوف رو لازم است که در همین میدان امروز باشد. اما افسوس که از چی باشد بعضا وقت نامدی کار میشد، ولی هنوز هم امید داریم. ببینید که دارابشاه نبودوف کی میگفت که یک جوان ما رو با یو اف سی میوبرد، لیکن با قول دیگر همون اگر نظر کرده باشد هر وقت اون تلفن کسایی تلفنش کلو باشه میدان یو اف سی یک کسی که هیچ کس باور نداشت، اما امروز ما در میدان یو اف سی من دارابشاه نبودوف رو گفتم که بسیار افتخار میکنیم. نه برادر، من از خوجان نیستم، از تاجیکستان هستم، ولی در خوجان هستم. بله شراب برید بچه ها، شراب برید شراب برید بچه ها. بابا جان شما شرم نمیکنید؟ چی شرم کنید برادر ها؟ رقابت
رقابت‌هایش رو. هم کاملا 23 میشه که حالا محمد نعیمов یا من یک سامانه دیگر بود شاید او خوبتر نشان دهد. حالا من یک جای دیگر به شما را راست نشان میکنم. میداد. حاضر او خوبتر حاضر شاید حاضر به شما را راست میکنم. این بشه هر جایی که ما میمونم رو میکنم تو خوبتر و نستر رقابت رو. در اینستاگرام تماشا داریم. در اینستاگرام بچه‌ها عزیز ببینید چقدر مخلصان امروز مشتاق هستند همین دیدارها رو تماشا کردن میخواهند که همه این نبردها رو منتظر هستند. ولی ما منتظر هستیم نبرد برآمدیم. نه کامنت کش کامنت اینجا میکشی جمعه فرو ولی دارم جمعه فهم برآمد میکند ما از باور کنیم کامنت را کشتن میتونم که نمیفهمم اینجا جا نه چه سیانس چی سازد و پروسی پادلیکسه من چند جا چی باشه موندم به خاطر که هر کجا حالا من سه سامانه مشروعه سامان گرفتم نمره تو بگو بابا جان 937 73 93 93 الله خورت منافق سلامت باشه رحمت کسی منافق باشه الله خودش سلامت چون که هیچ وقت مشکلی نباشد مقصد خب خدا هدایتتون کنه بیا جمعه برآمد میکنن دوستان عزیز دور نباشد. هازی کی میگه هازی حمزه چی میزنه موز بعدی حمزه چی میزنه ام کلایف میزنه بعد حمزه چی میزنه شهر بری رحمت زبیر احسن بابا سلامت باشه هنوز شما یک تن که شوین یا کنچین بینومیشه کم است خوب است خواهی نوشتم بگیره مقصد از این که خوب بچه هم بسیار ملای میشه که علیکم السلام الحمدلله بیه برادر دارم چی هم در شهر سنگ پتربورگ بیه در خدمتیم بچه ها بیه فقط اوشی به پلای شما میگه که برای چی با او را کاری او دختر گپ نمیزنی برادر عزیز من شما را چی بگم این همجا بسیاری شتگ یک خدمت گوشم داره گوش کرده سوده مثال گپ یک برادر من شما را ایتا обши بگم شما بفهمید یک برادر مثال گپ سترویکا دارد در سترویکا یا که خیلی سترویکا را یک مثال گپ ازون یا که این والبیرس یا یگان کارخونه یک دوزندگی که اونجا مرد زن کار میکنن 100 نفر در کارشه خوب 100 نفر در کارشه 50 نفر داره میگه بابا جان 50 نفر اگه رکلام که من دستومش جواب میگم شخصی که من پول میتیه برای رکلام یا خیلی پول نمیتیه من رکلامش میکنم 50 نفر میبیه правильно 100 نفر میشه در اونجا زن هست مرد کلون مرد خود همش من اگر در حالتی که رکلام کردم همون خزینه که من فرمید که رکلام که سوم نسپوره سومی هر ماه شوناتی دوای من جواب میگم البته خوب ادبای نیوی لوبوف میشوه مقصد عاشقی میشوه دوایو من گناهگار نیستم اونجا اصلا گپ در سری همون لوبوف رفتگی همین جنگ به همون خاطر من خودم دور ایستادم شما در کانال من دیده که پرتوفتم نه پرتوفتم در یگان چی نه پرتوفتم برای اونجا لوبوف رفته است بعد شما من باور میکنید ای روی رشک زیاد ای لوبوف زیاد خستن همدیگری زن و زنه کردن اونجا زنک جنگ شد چیکار کرد من با زنک جنگ چیکار دارم دختری مایده که خس دختری مایده که خس چیکار کرد ما اکا تماشا کنیم
دختر مایده که خیس دوجا شکایت کرد ایروی وای چقدر آدم ایروی وای چقدر آدم چیکار کرد پسترادت کرد دلیر پسترادت کرد اسم شریف پسترادت کرد دیگرش پسترادت کرد امروز پولنی اتکاس کرد کی زدش نزدش وقتی ما مردکبو رفتیم قریب 10 ماشین رفته اونجا بود بچهای کوچه همه اینا آدم رفته بود او دختر میگه من هم دختری لات کرد به خاطر وای چی من گناهگار بودم با گناه خودم زدم وقتی جبر دیده شکایت نکنه نه مقامات یگون گپ کارش میتونه نه امنیت نه بچهای کوچه او دختر میگه من گناه خودم بلاتم کرد خوبم کرد اوه موهاش سیاه بودن گردنش سیاه بود ویدیو کرد دختر اتکاس کرد به هم خاطر پناه شو به خدا اومدیم خوب من برمادم ای بازی گفتم دای بازی دامنه همی میگن که بخواهی خود را شرمنده سازی میکنی با کودکان بازی میگن در مابین زن شو خوش نشه داخل نشه برای اون میشن زن شو تو میشه کاری شمرو правильно جون و کلاتش کار نکرد الله شاید اونجا گفتن какой-то сайджалок лачкаре یعنی برگادیر تو جای ما را گفتن وقتی ما میخیزیم میریم دختر میگم من سایجالوگ نزدم وقتی این دختر لاتم کرد و گفتن ترا حی میکنیم به خاطر چی کی تو جان کردی من گفتم حی میکنی بر پدر هم برگادیر رفته بر پدرش نالادی گپم دخترم در افیر دیدی با هم خاطر چیکار کردیم میگه وقتی این گپا گفت با گریب اکتیفیم تیریم که امنا دختر یا دختر دیگه لات کرد و دختر اومد چیکار کرد او دختر اومد پدویدی که حقارتم کرد زدمش تمام شما چی قسخت داره زینا و فحشخونه اونجا جایی هست که 500,000 نفر تاجیک کار میکنه نون میخوره لعنتی الله به همون تهمتچیا لعنتی الله به همون تهمتچیایی که تهمت کرده سن هم کارخونه او کارخونه نون میتیه هزار زنی تاجیک هزار مردی تاجیک از خدا نمیترسه شما این کامنتاری رو میبینی من یک مثال تو میارم خب یک مثال تو میارم نگاه کن یک مثال تو میارم همینجا اگر معقول باشم همینجا رحمت بنویسه اگر که نامعقول باشم لعنت بنویسه میگیریم رمضان خالقوفا و اسم شریفا هر چو زدن یک وایش ویدیو کار در من مخبره این گپم برای کامنتاری نویسان این آدمای طرف رمضان اسم شریف حق شب کردن اسم شریف ایش نه حق شب کردن آخرون برمد رمضان گفت بخشش زیاد من گناهگار او گناه کی گریب کامنتاری نویسا که ایش مادری وایش ایروی کی ایروی اسم شریف ایروی رمضان کو ایروی رمضان ایروی اسم شریف و یا شیدن با جورا با برادر شما همه تو چیکو کرده و یا چیکو کرده شما برادرو همه تو شده گناهگار نامه‌های اعمال تو پر ای مادر حقارت کنک پر ای پدر حقارت کنک правильно به همون خاطر شما بدونه که هر یک کامنتاری نویس ایروی بلاگر ایروی زنشو جنگ نکنید بلاگرها پگرد میگه خیلی برادران یا خطا کردیم بخشش همه شما میشه چی کیخه بین همدیگر نامه‌های اعمال نباشه اسم شریف نه یزنه نه خفه نشه نه یزنه بعضی شما ایروی باید میخیزی یک کسی را حقارت میکنی یا که ایروی رمضان یک کسی یا ایروی نه کسی حقارت میکنی گناه نگیره نگی ایروی بلاگرها خطور سیاه کبود نکنی رازبار نروی بلاگرها بسیارش کو امروز دیبه بختری ویدیو کار به حد محکول شید با غیر همین پوشاک تنش و هیچی نداره بسیارش فقط و ویدیو نمیره حالا او دلیر گفته است منم میکشن کی میکشد همین دلیر بگو تو دکی در کاری ایروی تو کی پسی پنجره میرم مزه ت نیست بگو خداوند هدایتتون کنه با هم خاطر برادرها چی در کار روسیاگری چی در کار روسیاگری برادرها منم میکشن ای بقپمه ای فلانو میکنن هیچ کار نمینه برای نبوچه ولی همین دلیر میگن دلیر خودش گناهگورای دلیر گناهگورای والله قسم نخواستم گناههای دلیر رو اکرام برورم لیچ نمان دلیر قطعی برادرو قطعی بچهای هم قشلوقی ما کار میکنن قطعی عده تغورسای من کار میکنم هم دلیر درکش یافتم هم سیمپوش برادرای نزدیک من اما من نخواستم گناههای دلیر برورم دلیر چیکار کرده گیده اوجا با کدوم دختر خرید کرده رفته در دستش برده قطعی کیو خشته قطعی اوقات خورده قطعی شو ایستاده همین چیزا را من نخواستم بگم ولی که الله میگه ستر که
تا روز قیامت گناه دست نکنم. در همین تلفن من دیده که من هم ویدیو را پارت کردم خوش نشدم برای اینجا زنک جنگ این ویو ایروی ویو وای در پیش دلیر گیریا و نولا کردن در پیش اسم شریف گیرا کردن چیکو کردن نکردن ویدیو کردن دین شب در اون ویدیو لنگره دی شش تن همش یک جای میبخشیم ما خیلی خطا کردیم شش تن خوش خوب باشیدن برفتن در اونجا یک جا کار کردن سودیان اما من شما چیکو کردیم حالی بوی سر نشده بچه‌ها بوی حمزه کی انکلای سر میشه بوی میمونم فهمیده برادرو شما من دشمن میکنی مادر حقارت میکنی پدر حقارت میکنی من شما را نمیبینم اما شما ببینید که الله اگر که مسلمان این گپ میفهمه مسلمان هم باشه ایمان ضعیف باشه نمیفهمه اما شما ببینید که الله شما را دست و نامه اعمال ایمان داره ایمان داریم بر روز قیامت ایمان داریم ایمان داره باوری داره که الله میگه در کتاب چپ و راست ملائکه هستن مینویسن اگر که همه را شما بفهمه بدونه که نویسه است اینجا زن حقارت داره فرزند حقارت داره که حقارت کنم گیره من باوری دارم که روز قیامت هر یک قدم شما ان شاء الله من باور میکنم هر یک قدم شما را کشتلوت میخوام قدم دشمنان بد کردی خوب و اون خاطر شما ایروی لنگری ایروی من ایروی اسلام شریف ایروی دیگرش هم دیگر حقارت نکنید یوریست بتونه بشیم داره ایوب یولیشت دو روز پیش بابا جان رحمت به پدرت رحمت به مادرت بابا جان شیرینر بده امروز یک روی از زنی ظالمی که 100 کس جنگ داخت برفت داود چه موشک بیگناه شنیشت خیس من ویدیو کرد روز میشوه که یولیشت با پشیمون میشوه همین یولیشت روز میشوه با پشیمون میشوه فهمیده سودی من چی گفته سودم ولی وای تای کار نمیدونه من ایوب زنگ زدم ایوب والله قسم ایوب جان بخیر بیا بریم همونجا هم طریق گپ شده ایوب گفت من در ثمرم روش سیاه کرد ترسید ناامد اگر که وای مردک میشید میخیس میومد فهمیدی و هم خاطر خدا هدایت کنه همه ما بیای فتنه نکنه برادرو بیا فتنه نکنه ایروی بابا جان ایروی لنگری ایروی رمضان اسم شریف مهم نیست ایروی یوریست همدیگری را حقارت نکنه با پگرز میبینی همو شاید اسم شریف در باری منه یا یوریست در باری منه بلد میگو ایروی هم ده بدبخت من حقارت کردم در نامه عملم گناه گرفتم توغری میگم یا نمیگم دو روزید فقط شبیده سوده علیکم السلام و رحمت الله دو روزید شبیده سوده من امروز همین ویدیو را موندم در کانالم هسته یعنی که مردم اسیو را شخصی که مقصد جنگ در جنگن به همورا لباس نسکی و هر چیز بچه‌ها جمع شدن یک گازیلبور خریم روی کردیم ویدیوش پارت افتم که ببینن که مردم تاجیک بی‌طرف نیستن در همین حالتی سختی برای با آبروی تاجیکا ای حقارت میبینی شما ایجو تولد چیدگی برای چی دشمن میکنی نمیدونم خود دیگه شما را چی بگم خدا هدایت کنه شما اگر من میخواهی که اصلاح شم در همینجا فقط بگو بابا جان خدا هدایت کنه من رحمتو میگم شما مادر حقارت میکنه من اصلاح شاید نشم پدر حقارت با هم خاطر برادرو چیکار کنم چی گویم که نگفتنم بهتر است زبان در دهان پاسبان سر مردمی که در شهر سنت پترزبورگ در مترو پریمورسکی پگاه ساعت 8:00 تا 12 آشخانه پلاو خاوس همینجا به پل خروگ یعنی که آش میته بیاید Administrator Capetiba. سلام اجازه خوب است نازل کنید سلام خوب به همه خاطر برادرها اگر چی بگم که بسیار شما اینجا 18 ساله 21 ساله شاید بعضی کلان سال هم باشه اما از قیامت بیخبره خداوند همه ما را بر راست هدایت کنه حسبنا الله و نعم الوکیل شما طلاق زن طلاق خوردن همیو را شما در حیات بازیچه ندونه سمیه را در هر جا لیزی نکنی چون وای زن طلاق نخورد وایش زن طلاق نخورد شما خدا هدایتون کنه خدا هدایتون کنه یا خیلی خیال میکنم همین هر ماه با بابا تا 20,000 ارسی روی کردن نمیتونی 5,000 روی کردن نمیتونی یک خیلی همه در نظر ندارم اما متاسفانه گاو میزنه و هم خاطر خدا هدایتون کنه قدمت که مرد هستی بیا از پیش صحبت کنیم
اگر کامدی باشیم نصیحت میکنه. خب بوی سرشید نشید باز بوی انکلایف میشوه، انکلایف بعد میمونیم تماشا کنیم. نگاه کنید که همین دعای بد هست یا نیک ده سر داره. من وقتی نسبت شما دعای بد میکنم در همون حالت اگر مثال میگوی که شیطان یا شیطان صفت، اگر شیطان یا شیطان صفت نباشی دعای بد بخم میبردم. خوب و همون خاطر برادرها شما بدونه که هر دعای بد ده سر داره. در حالت گناهکارم دعای شما 100% ما به سر من میبیه یا به سر کدوی نباشه. من در شهر سنت پترزبورگ برادرها همینجا حجامای فهمیدی میگم که یک چی هست برادرها، این همینجا شما گاو میزنی اگر شما صحبت میکنی یک سوال همینجا که وقتی حقارت میکنی همینجا من حقارت شما پروا ندارم چی فایده میگیره این سوال چی فایده میگیره این کم بنویسی که وقتی حقارت که چیکار میکنی کو جواب گه هیچی سر برآمده برادر، سر الحمدلله برآمده است. اینجا پروست موی سر من زرده نمیتو اتاق برآمده است. همجره من کی احمد رو داد کال بود این الحمدلله موه دورا. مسئله که به نام صدقه نام اسلامیش که نه بعضی استاتو میشوه با بعضی که پیروای از نتو میشوه اسم شریف اونجا نوشته که نورا چکار مینی سوم پارتو با یک خواهره که ما سوم جمع کردیم همونجا نوشت بابا جون سوم نمی پارتویان خیر نمی آدم خیر کن بد نمی نیسته تو نور نداره ایسوسه ما گفتم که نورا چکار مینی سوم پارتو همون مومنت های قنچقه میگیرم میمونم نه که متاسفانه مرد چونی نیست. خب به اون خاطر انشاءالله همشه میفهمید. خب نمیشه چی نوشته گه میقل زن کارم میگوی میزنی با این همجا سلیمان غفور او نوشتگی که زنکو را میگیری فلان میکنه این کارو تهمتن. این دولت به صاحب نیست، حکومت تاجیکستان به صاحب نیست، میبرن نابود میکنن. کی زنکو را گرفته زنا کرده قوری همون صاحب جای کار میکنن. اینجا همو بین دلیر همو زنکو بو همو جا یک گروپ خچو بین خچو لباف رفتگی نواری پراتر در کانال بوبو لنگری بدوری تماشا کنی. میگم بابا جان چقدر بیزیبی او خداوند خشرو مینه آدم بیزیب مینه گوش مینه ببینی مینه چشم مینه کور میکنه کجاله میکنه. الحمدلله که همه هستم. خوب با چی تحمتو میزنی؟ حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولى و نعم المصير. الحمدلله. اکادمی سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. از انکلایف میزنه از این بوی اینجا سر از میمون تو ان شاء الله انکلایف بویش رو ببینید. متاسفانه این مردمی ما یک قسمش فقط نوشتن دوست می‌داره. پیش میآید از پیش چونی نیست، از پیش چونی نیست. چی گویم که نگفتنم بهتر است. زبان در دهان پاسبانی سر است. اصلا من در این کار جنگ جنجال با این کار بحث برانگیز من خوش نمیکنم. فهمیده شده؟ خب
به همون خاطر شما چون وقتی که اختون همجا حمد گیرکل میگیره شخصی که در مسکو هستی ای ناموس که میزنه چون میره هم اختون درنی همجا پیش همجا خوب آخه من سایجلوک از زدگی نیست من ایجون سایجلوکش کیه اوی هم دخترها را بگی سایجلوک کیه بچه ها برادره که مسئله حجامه میگه حجامه ما در لوبلینو کار کرده الحمدلله شاگردو کار کرده به حضور برای حجامه کنه فیتا باشکا دوش مساج همش 2500 روبل با شما را پدرکه میتن پدرکه توفا در سرش هستن دوستان من خودم باشه حاضرش قرار دارم در شهر سنت پتربورگ در حجامه برادرمو یعنی که در چی میگن کافه در حجامه اسماعیل سومانی یکمیتر اسماعیل چی میگن اسماعیل تاجیک در یکمیتر پلوف خاوس پگه در اینجا در این مترو پریمورسکی چی میشوه پراموی افیر میشوه معرکه میشه ای 8 سحر تا 12 به حاضر میتونی شو کنی به همجا بخری چی تون بگم این همجا به پل بخری بره به حضور هم خودیر برادر اینا پلوف خاص اینا برادرم به حاضر بیاین همجا بزنی اوش پوشا بره برادرو به پل ای ساعت 8 تا اینا یکمش جا اسماعیل تاجی قرطاب خونه شای ایجا پلوف خاص برادرم معروف های دو درکه این همجا حضور بیاین ان شاء الله مترو اون است مترو 20 اگر 20 متر 30 متر خطا نکنم این ها اون مترو اونم سفیدی میبینیم چراغ اونم مترو تراس میید همینجا سیم لینی هم خیلی رفیق به حضور اسماعیل تاجیک هم میدونم که اسماعیل تاجیک چیکار کرده نه کافه اسماعیل تاجیک اینجا چی خونه برادر اینجا چی نبوده وای فای شگیرم کردم بخشش اینه اویا کساشای بخشش اینه اویا کساشای اینجا اوش بوش قرطو اینه جای اسماعیل تاجیک سلام اینه اوشخونه اسماعیل تاجیک اینه برادر اینه اینجا با جای گوشت حلال کلباسش میاد برامو افیر تو چیکار داری این اسماعیل توجی سلام علیکم مردم سوس دین سلام این اسماعیل هجومه گرفتیسی چه خود هجومه داری ممکنه درآمدن افیر ممکنه نشون تیم شما را سی سوال بود چی خوبه نه شما رو نشون میدم این برادر جا حجامه کرده برادرشون بگذار اسماعیل توجیگ اینجا با قرآن فروخته اینجا جای نماز اینه حجامه برادر بیان باش خیلی دیگرش در بوچکش تگه اجازت نداد که مقصد سیون کنه ها اجازت یا نه اینه برادر اینه برادر در مترو پریمورسکی حجامه السلام علیکم اسماعیل توجیگ اینه برادر در درنی بوچکه استراحت دارد خیلی گرمه خیلی اکا سلام علیکم خدا خوب هستی راجوره این اینجا تا بوچکا دوش موش همش خویدوی چی دوش میگم بوچکا این افیر رفته است اکاجون افیر رو 500 نفر تماش کردن راستکیه اینه برادرها همه خیلی اسماعیل توجیگ دکتر بیرم برمار دکتر تو چیکار می‌کنی با کورچه میبری پیش با اتیورکه میزنی شو خوب دوستان عزیز با چی خیلی مایده بالا میره من اسماعیل جون بالا برم نه نمیدونم شوگر سوس تین برام بوی تماشا دارم بوی شرف فرف اسماعیل توجیک با پیش بیای مردم پگا او شینه‌ها را ساعت 8:00 ما میتونم خوشو ساعت 8:00 تا ساعت 12:00 او شینه‌ها را مردم شهر سنت پتربورگ همتون بیاین هجومه کنی بیاین فیتابوچکا هجومه قروتوبخونه اوقاتای ملی اشتوپا فاتیر شوربا قروتوب همش هست بیاین
акай бобоҷон ту тати бачаҳо чахчанд карангиро коро мурафт баҷон ина бародаро ҷои исмоилам нишон додум то во меброем беран ина хуб анаку майда майда мерем ози боя тамошо менем бояд ози анқалаевай манқалаев бизанам ҳамай бизанам чӣ шуд чӣ зад шини гузариш хуб خوب انا برادرها باید تماشا می‌نیم انقلای فقط می‌بشناسی انقل بای انقلای فقط تماشا می‌نیم اینا خشرو دیده ساده یا هوای نیه بنویسی در رادابندی جون ارزه برخواست کرد در مقام اول بیستد و همچنین رقیبی او باشد تو یکان کامنتر بنویسی من شما را ندیده سودم کامنتر مخشم من ندیده استم کامنتر شما را متاسفانه چسبید چکو کرد خب دوستان عزیز اکنون انقلاب رو میبینیم که بر مقابل حریفش چگونه است تمام از اینا ما بخش بسیار منارشون است همون شکلی که رقیب هم در حالت لعدودنی دست برادرو حاضر من این اکنون تو دقیقه جون بجوری تنزی سلامتی خوبه شما دقیقه با انشالله تو پاگا پاگ برادرو عزیز دقیقه تماشا این بویا ها سر شد بوی سر شد وازی تماشا واز میمونیم واز سر میشه برادرو این تلفون کیه ای کلان ببرد خیلی من تلفون شد زرتک ما گرفتیم اختر خوب برادرو وازی انقلایو سر میشه برادرو سر نشده وازی سر میشه انقلایو وازی سر میشه برای شما اینمی حرکت دارم برای شما راست رسیم جورا خوب خواهش میکنم همینجا 500 نفره یا با دارو اکرام زنی لایک میشه مردم 27 بودن تماشا کنن در اون اکرام دو بار میزنی لایک میشه اگر لایک شما حراس دوره بو 12 و 16 است که با هم دیگر تماشا میکنیم حالا ببینید با طور پاراللی همچنین اکثرا مردم که باز قسمت دیگر فوتبال و قسمت دیگر باشد نبردهای UFC رو میبیند 308 انکلایف ابودابی است میدان ابودابی رو ببینید چیگونه است میدان اشکنجه با مثل مثلا 200 لایک کنه که ما آدم 27 دوره از این سر میشه میمونم برای شما اومدم هم مهنت کردم شما تماشا کنید برای شما بعد انقلایف چیمایف حمزه چیمایف میزنه برادرو نبرد اساسی است که بعدا در جلبست رقابت و پیشکشی عمل باشد حالا باشد ما لازم است نبرد انکلایف رو تماشا کنیم که چگونه انکلایف سر میشه و سر میشه اینا برادرو اینا بچه سر میشه همین خیلی برابر منوش میشه و تو بنویسه برادرو همین تا میشه و منوش هم خیلی سازه ایتا برابر بخمش ایتا منوش یا اینه ایتا اینه حق خورا دولان برادر این از من راست که قبیدمش راست بقبمش یا برابر همین سوال جواب ته فرو میبینیم در نبردها چیگونه بود و هم بسیار عالی است کارش واه راکتا
Arakish. بله راکت هم میگوید بسیار با خوب به خاطر آنکه بسیار هم خوب کارنامه میکند مقام بانکاور دوستانی عزیز او هم یکی از ورزشکاران بسیار محبوب و نامدار است که در جهان UFC مخصوصا سالهای اخیر خوب درخشیده است شروع نمایانه بچه ها این دیدار بسیار جالب و دیدنی خواهد بود که با هم تماشا میکنیم و اندیشه های خود را حتما مینویسیم اشتراک بیارم اسکی دوستان عزیز با هم باشند زیاده از 3000 نفر باید این رقابت ها را تماشا کنند تا از این رقابت ها حلاوت بریم چگونه جذابیتی نبرد هاست چگونه خدمت که اگر بخواهید تماشاش کنه اینستاگرام ها بفهمه در اینستاگرام مرادوف بدروه در مرادوف رفته است من در اینستاگرام شما نشون دستم شخصی اینستاگرام من نمیفهمم ندارم برای همه هایی ساعت به یک شب نزدیک میشد ولی نبردها همون جوش و خروش میزند حالا دوستان عزیز اکنون الکساندر من انکابایف را در نظر برم انکابایف با میدان باید بیاید ببینید چگونه چراغان خوب ماندند و رقابت زیبا و دیدنی است که انکابایف را با میدان 8 کنجا از کنار کپ باید بیاید عجب میدان زیبایی کردن UFC 308 ابودابی سراوال الکساندر راکیش میآید استریا رو معرفی میکند وینا خدمه اینستاگرام داری در مرادوف داری در مرادوف تماشا کنید این برای آدم های به اینستاگرام های این ورزشکاری که در تاریخ UFC بسیار کارهای نظر است و عموما نبردهای شایان و شایسته را جمع کرده است بیشتر کارش در فارترالی است در که سبیشون همیشه میدرخشید بسیار رونی است کارش من نمیدونم بر مقابلی انکابایف چگونه میدرخشد چگونه نبرد میکند ولی بسیار کاردان و مرادوف اینستاگرام مرادوف برادرها خدمت بسم شما را همه کاری من برای شما نیبلگردر نیت همه وقت نیبلگردر این اینستاگرام این مرادلی نوشتگی تشریف خوب در آن میای بدروی اینه برادر کارش رنگی برای با همدستگان آبوش گرفتن به اشکنجه برای میدان میبرد انقلایف بزنه داغستانی بچه ها پگه بیه ساعت 8 بیه ساعت 8 بیه نکاو دارد یک نبرد از جمعی رقابت‌هایش 8 این ای سر نشون میتیم برادر این خدمت چشم را بفهمونم ای برادر من بخیل نیستم که در اپیری من بیستی خدمت اینستاگرام نداری اینستاگرام سکچت که در مرادوف رفته است مرادلی و مرادوف میگه یعنی که نشونتون میتیم به حاضر تماشا کنید یعنی که اسکرین شات که بعد جواب درو بگی خاص میمونی بمون خوب رفتیم این ها این مرادلی تشه نویسه دیده ده همین میدروی این همینجا بیتسان همش ده همین افیر همین میدروی هم خیل میدروی تماشا میکنی دیده ما صغیره بخیر نیست ماشین السلام تو روحانی باشیم چون انکابایف است چون شهر بوده تصنیم و بسیار رودی هستند از ورزشکاران عزیزی ما اگر ما 1000 ستاره باشیم اگر 1000 در آسمان همه دو اونجا بچه‌ها رو پیمان حق ندارم اون بچه‌ها را پرس باید توجیه همدیگر را احترام کنیم خود را از کسی بالا نگیریم این امور ورزش کوتاه هست ولی
ولی کاری نکن. نازی یک من ساعتی نمی‌دونم. نکن. آدمگری ورزشکار میموند. دیگر همه میرود. خواهش میکنم این یک جزترین مسئولیتی بود برای ورزشکاران و باوری دارم که اینو همه میفهمد ورزشکاران هستند. اما ورزشکاری اصلا هیچگاه کی بر غرور ندارد. ورزشکاری که در دل غرور کی بر دارد منصب او کی بر نخواهد رسید. اما اکنون دوستان عزیز رنکلایف است که او را هم میبینید فقط یک باخت و دیگر در کارنامه همه با پیروزی جنبه شده است. مخلصان ما هم 3000 نفر بالاتر است. 3 مراتب عنوان قهرمان روسیه رو است روی MMA غیر کسبی 11 رقابت را با طریق ناکاوت و 2014 گذاشت با MMA کسبی. استاد ورزشی ساموئی اوش گوش داره تشکیلی وزمین از ساعت 8 تا 12 به بدیل پر حالا برای 8 وارد شدن او آماده نبرد است. من باور دارم که نبرد هم چون رقابت‌های پیش داره خیلی جذاب و جالب می‌گذرد. با هم مخلصان عزیز این نبرد را می‌بینیم و حلاوت خواهید بود. پس بافر باید آنها را سراور معرفی نماید. این کارنامه است که درباره آنها میگوید. هر دو از روی سن سال برابر هستند. هر دو قامت برابر هستند. وزن رنکش کمی بالاتر است اما ببینید 19 و یک رنکلایف است. بروس بافر حالا سروان معرفی میکنم از جانب الکساندر رنکش 14-4 ریکارد او را نشان میدهد. زوبه آستریا بله زن ها میان مردم یا همه را ممکنه بی 2017 دیبوت کرده است در UFC. آغاز نبردش ماه سپتامبر است 2017. یعنی تجربه خوبی میدان UFC دارد. برای میسر برادر و به حد انشالله حاضر است نمیتونیم رانکچ الکساندر حالا دوستانی عزیز اکنون میرود بروس بافر با معرفی مگامد انکلایف رکورد کالستون در یک است. مخچقالا یا دوستان را معرفی میکند روسیه 2008 سال بعد از در تلویزر کار نمیکنه تلویزر کار نکرده است اما گفتش فقط یک تا است. در ردبندی این وزن رقم اول این سیلکه نداره برادر در اینستاگرام این مرودالی اینه ببینه مرودالی تشه بزنه میبره 76,000 پادپیس داره بدون تماشاش که بیرده انکلایف وایس رفر پیتر ریبیسلو نبرد را حکمی میکند. این آقای زیبایی که اکنون برای نبرد چون پیش دارد مصابای فضایی دارد. کدمت نتاره وی پین او هتکل چو وی پین نبرد انکلایف مقابل الکساندر رنکش آواره ضربه های انکلایف برای رقیب است. رنکش دور میرود. کلایف خواست که آواره ضربه های خود را رنکش همچنین انکلایف هم برمیگرداند این ضربه ها. داناوای در فاصله نزدیک نشسته است. ببینید اکنون رنکش برای ضربه مردمی در مستحکمتر میستد. انکلایف باشد همان ضربه های خود را نشان میدهد در دستان. رنکش یکی از ضربه ها را با کار بردنی است و این فاصله که در اینجا است برای انکلایف خوب است. حالا با هم دیگر نشان میدهند دستان را. یک لحظه رنکش بوی انکلایف را داشت برا خوب کرد. حالا دوباره با هم اومدن. ببینید اکنون میدل کیک انکلایف هم ضربه میزند. این ضربه های جوابی هستن از هر دو جانب. حرکت دست راست دست چپ ببینید با پای ضربه زدن انکلایف هم قوی تر میشد و
مورودو باید بیشتر و بهتر شود. با پای نشان میدهند قدم به قدم و پیش رفتنی هستند. انکارای فاصله رو نزدیکتر بگیرد و راکیچ باشد از فاصله دورتر. باره برای که پای ضربه میزند راکیچ. انکارای فاصله رو نزدیک میبرد. راکیب را دویما تهدید یا دنبالگیری میکند. این حالات برای انکارای ترک دست چپ میشه. راکیچ دور میرود. انکارایف قبول میکند ضربه های ترک دست درست. یک ضربه ای که نشون راست نبود وگرنه با صورتی بسیار بلند رفت با سوی راکیب. ولاتی نزدیکتر میبرند. ببینید اطرافی اگر چاک میزنند. انکارایف میرود. انکارایف نزدیکتر میشود. راکیچ حرکت میکند. انکارایف اکنون به ضربه میزند. راکیب دست نشون میدهد و میگوید که شاید اگر ضربه نوچو باشد با هم دیگر مسئله میخواهد. ادامه مییابد نبرد. برخورد همانو ادامه مییابد. هر دو با هم دیگر نزدیکتر میرود. در فاصله نزدیکتر ضربه زدنی هستند و باید میان همدیگر مبارزه قوی تر شود.